شعر افشاکننده حیات هر یک انسان به حساب می رود. هر خواننده می تواند در هر بیت قسمت از زندگی خویش را ببیند. این است که همیشه دوستداران شعر زیاد هستند. در کتابخانه دولتی بچگانه به نام میرسید میرشکر معرفی کتاب شاعره مرحوم اعتبار یوسفی برگزار گردید. در این محفل شاعران، روزنامه‌نگاران و دوستان شاعره اعتبار جمع آمده با خاطرات و قرائت شعر از این شاعره جوان یاد کردند. شاعر رستم وهاب اظهار داشت که وقتی میبینم که یک نفر در دست قلم دارد و هنر شعرنویسی شاد میشوم. وقتی میبینم که کسی شعر قرائت میکند شاد میشوم، زیرا شعر میتواند روزگار هر آدم را دیگر کند. این بسیار خوب است که امروز بچه‌های ما، جوانان ما، کودکان، خصوصا طلبه‌های مکتب میانه و ادبیات و شعر با یک شوق روزافزون روی آورده ایستادند. متاسفانه این شاعره بسیار خوبی ما من طوری گفتم فاصله کوتاهی داشت برای ایجاد آثار ادبی، ولی در همین مدت کوتاه با اون شوق و با اون جدیت و با اون علاقه و احترامی که به ادبیات داشت، احترامی که به انسان‌ها داشت، به والدین خودش داشت، به خاندان خودشان داشت و محبتی که به کشورش تاجیکستان داشت، توانستی سروده‌های را از این محبت صمیمی برای همیشه درخشان باقی گذارد. در شعر سوزیدی گفتن که به هر یک چیزی گم کرده دلم صدپاره می سوزد. همزمان خوانندگان مکتب که از نواحی تابع مرکز جمع آمده بودند توانستند با قرائت شعرها محفل را رنگ دیگر بدهند. عشق تو جان عاقبت همسر ما رو مثالی بهتی مجنون میکند. یادی تو دل را درونی سینه می سازد کباب. عشقهایم را روان چون رودی جیحون می کند. زیر لب گویم خدایا رحم کن بر حال من. بی‌وفایی را برایم چرخ گردون می کند. من ز عشق تو نمودم ترک خوابی نازی خویش. عاشقی شب زنده داری من نباشی خوب نیست. لازم به ذکر است که اعتبار یوسفی یکی از ایجادکاران جوان بود که در طول حیات کوتاه خویش توانست محبت اهل ایجاد را به خود جلب نماید و امروز از این بانو 3 کتاب با عنوان فرشته امید، عطر باران و خورشید شب باقی مانده است که نام او را میان جامعه زنده می دارد. کتاب آخری او از جانب نشریه الگراف با نام خورشید شب با شکل و دیزاین خاص روی چاپ آمده است که در آن شعرها از زندگی یک دختر تاجیک که با نگاه مهرآلود به رشد این وطن می نگریست جمع آورده شدند.